کمک رمضانی نغمه با منگل برای مردم افغانستان بالخصوص ولایت زیبای لغمان. نغمه و منگل چی رابطه اکنون با هم دارند؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ زندگی نغمه توسط شفیق مرید در کشور امریکا و بدتر شدن رابطه شفیق مرید و نغمه که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه یکی از هنرمندان بی‌بدیل، ناماشنا، فولکلور و یکی از خانمانی است که دیر مدت زمان می شود برای هنر موسیقی افغانستان کارهای هنریش را ادامه داده است. نغمه آهنگ‌های بیشماری به زبان شیرین پشتو ولی گاهگاهی دری و هزارگی هم سروده است. طرفداران و علاقه‌مندان نغمه در سرتاسر افغانستان، مردم پاکستان و فارسی زبانان مردم تاجیکستان بیشمار بوده است. نغمه از ولایت زیبای کندهار می باشد و در سن نوجوانی با منگل ازدواج کرد ولی دیر نگذشت این دو از هم جدا شدند و نغمه باری دیگر ازدواج کرد. خانواده نغمه و منگل در کشور امریکا زندگی می کند. یکی از دختران نغمه همسر شفیق مرید بوده است. نغمه از زندگی خوش و خرمی را در کشور امریکا داشته است و هیچگاهی از همسرش شکایت نکرده است. اما جدیداً شایعات در صفحات مجازی درز کرده است که رابطه نغمه با شفیق مرید تیره تر شده است و شفیق مرید درگیری لفظی با نغمه انجام داده است. ولی در تازه ترین برنامه‌های کمکی نغمه و منگل این دو با کمک همدیگر برای مردم ولایت لغمان کمک‌های رمضانیشان را روان کردند. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه و منگل به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.